سلام، خوبی آفرین. یاشار جون؟ به قسمت سلام مرسی. اول نوفس جان خوبی قربونت فدات. به قسمت اول تاک تایم خیلی خوش آمده. خیلی ممنون کردی. بذار با اولین سالمون رو توی چیزی باشه که خودمون خیلی باش دست و پنجه نرم کردیم و خیلی طول کشید تا باش کنار بیایم. اینی که اگه توی جای خیلی بدی هستی که جوانای الان مثلا بین 18 تا 25 ساله واقعا تو جا بدی هستن، مثلا خیلی سختی که راهشون پیدا کنن، نمیدونن با زندگیشون چه کار کنن، یه جوری ته سیاه‌چالن، خارجی ها بهش میگن راک باتوم، تو اونجا گیر کرده درست. باشن، چه کار باید بکنن؟ ببین، به عنوان انسان ما توی دو تا دنیا زندگی میکنیم. یه دونه دنیایی که واقعیت داره، چیزی که آقا وجود داره واقعی مهمه. یه دونه دنیایی که واقعی نیست. تو توی هر شرایطی که هستی با تغییر دیدگاهت نسبت به اون شرایط میتونی اون شرایط رو برای خودت یک شرایط متفاوتی کنی. این مثالی برات میزنم. توی اروپا خیلی درصد افسردگی برای آدما خیلی زیاده، چون از ایران هم اکثرا بدتره؟ آره درصد افسردگیشون خیلی بالاست. یعنی اینجوری هستن که تو جووناشون خیلی بی انگیزگی دارن. میگن خب الان چی، همه چی هست، مثلا پول دارن، غذای خوب دارن، ماشین دارن، شرایط دارن. میگن خب چیکار کنم، من توی زندگی هدفم چیه؟ به پوچی رسیدن. و خب میبینی پس شرایط خوب نتونست مشکل رو حل کنه براشون، و از اون طرف هم شرایط بد توی ایران. حالا میگیم درست سختی هست، ولی اون سختیه از یک مایندست توی ذهن تو تبدیل میشه به چیزی به اسم سختی. همونطور که توی اینجا یارو داره به شرایط فوق‌العاده زندگیش که پول هست، ماشین هست دیگه، خونه هست، دوست داره کلی، نمیدونم کلی چیزای قشنگ تو زندگیشه، ولی میگه من به پوچی رسیدم. میدونی؟ این به پوچی رسیدن یک دنیای غیر واقعیه. آره دیگه، چون دلیلی وجود نداره تو به پوچی برسی. و در مورد حالا تو ایران هم اوکی، شرایط اقتصادی سخته، فشار هست، آدم احساس کمبود میکنه، اوکی، همه اینا یه چیزیه که وجود داره، ما نقضش نمی کنیم، ولی واقعی نیست. چرا واقعی نیست؟ چون واقعیت انسان به داراییش نیست، به اون شرایطی که توش زندگی میکنه، به اون موقعیتی که توش زندگی میکنه نیست. انسان چیزی فراتر از این صحبت ها. مثلا واقعیت انسان و فکر آدم ها میسازن. میدونی؟ اگر تو فکر کنی که یه آدم مثلا خیلی داغونی و حس میکنی که هیچی نداری، واقعا واقعیت تموم میشه. آفرین. تا حدودی همینطور که تو میگی کاملا درسته. اینجا طرف اصلا بهت بگم زندگی هایی که دارن فوق‌العاده است اولا لحاظ امکانات، ولی احساسی که طرف داره اینه که وای چرا همه چی انقدر بده، چرا من انقدر تو پوچی دارم زندگی میکنم. خب این واقعی نیست، تو اینجوری نیست زندگیت. تو ایران هم بیشتر اون چیزی که مردم، درسته دلار خیلی رفته بالا، مردم خیلی زندگی ها سخت شده و اینا درسته، ولی تو همون سختی میشه با تغییر دیدگاه یه جور دیگه زندگی رو دید که تو از این پوچی بیای بیرون. حس میکنم بیشتر به فرهنگ ایرانیه که مثلا خیلی از ایرانی‌ها به مرحله گیواب نمیرسن. یعنی مثلا تا پایین ترین سطح ممکنه میان پایینا، واقعا مثلا داره طرف زندگیش داغونه، حالش داره از زندگیش به هم میخوره، ولی گیواب نمیکنه. حس میکنم این فرهنگی که بین ایرانی‌ها، هم فرهنگ، هم ببین انسان، در مورد بدن انسان میخوام صحبت کنم. بدن انسان دیزاین شده برای سروایو کردن.
و این دیزاین راه خودشو پیدا میکنه. تو حتی اگه توی شرایطی باشی که واقعا داره رود فشار میاره، تو دیزاین شدی که سروایو کنی. میدونی این باعث میشه که گیواب نکنن. اما خیلی دوست دارم راجع به کانسپت این که فرق است بین بدن انسان و اون انسان واقعی صحبت کنیم، چون این کمک میکنه به اینکه درک کنیم اگه توی موقعیتی هستیم که فکر میکنیم ته خط و هیچ راهی نداریم، این باعث میشه این مسئله برام روشن شه که داریم اشتباه فکر میکنیم. اینجوری نیست، چون ما محدود نیستیم به اینکه بدنمون و شرایط اطرافمون چه کاری از دستش برمیاد. این محدودیت ما انسان ها نیست. چیزی که میخوام بفهم من میخواستم بگم همونی گفتم، دقیقا محدودیت انسان فکرشه. جز فکر آدم چیزی محدودش حس میکنم نتونه بکنه اصلا به هیچ عنوان. ببین کانسپت روح اگه بخوام بگم، نمیخوام زیاد پیچیدهش کنم، چون در اصل وقتی داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم اگه تاش یادگیری نباشه انگار ما هیچ کاری نکردیم. ولی اگه بخوام به شکل خیلی ساده بگم، اگه یه کانسپتی باشه به اسم روح، ما اون روحه ایم و این جسمه یک خونه است که ما داریم توی زندگی میکنیم و احساساتی که ما داریم مال مای واقعی که اون روح هست نیست. روح احساسات نداره، احساسات مال جسمه. جسم خوشحال میشه، جسم یه ثانیه هوا خوب میشه حالش خوبه، او خوشحال. یه ثانیه هوا بد میشه ابری میشه، او ناراحت. خب اینا واقعی نیست، اینا تحت تاثیر گرفته از فضای اطراف و تجربه ما توسط حواس پنجگانه‌مونه. اینا چیز واقعی نیست. واقعیت انسان چیه؟ انسان یک روحیه که در کمال داره زندگی میکنه. آدم ها توی هر کشوری، توی هر شهری، مثلا نمیخوام بگم که شرایطشون خوبه یا بده، هر چی، اگه دیدگاهشون رو از جسمشون و جایی که مثل یه خونه است دارن توی زندگی میکنن وردارن و متوجه بشن که این خود واقعیشون نیست و خود واقعیشون یک موجود ماورایی اسپریچوالیه، یک موجود روحانیه که بالاتر از این بعد داره زندگی میکنه، اگه فوکوسشون رو بذارن رو اون و سعی کنن اونو آگاه بشن از چیستی خودشون، اون چیستی میتونه رو حال حاضر این بدنی که دارن توش زندگی میکنن تأثیر بذاره. آره واقعا. بعد اون چیزی که گفتی راجب خوشحالی و ناراحتی، خب به نظر من این خوشحالیه که مثلا خیلی از آدما دارن بابت خوشحالی تلاش میکنن که مثلا حالا بیا خوشحالی دائم برسن. خوشحالی اسم میکنم مثل غذا خوردن و خوابیدنه، میدونی؟ یعنی تو پرفکت ترین غذا دنیا رو بخوری هم باز روز بعدی گشنه ای. تو پرفکت ترین خواب دنیا رو هم داشته باشی، یعنی بهترین خواب دنیا رو داشتی، بیدار شدی احساس میکنی یه آدم جدیدی. صبح که بیدار میشی دوباره روزت که میگذره، روز بعدش دوباره خوابت میاد. خوشحالی هم دقیقا همینه. و مثلا خوشحالی چیزی نیست که بابتش، یعنی چیزی نیست بخوای بری دنبالش، میدونی؟ هیچ وقت تو شب قبلش نمیگی من فردا هدفم اینه که غذا بخورم، هدفم اینه که بخوابم. هیچ وقت حالا برای هیچ که پیش نمیومده هم چیزی بخواد. هدف این نیست، یه تیکه از روند زندگیه. خوشحالی هم اسم کنم همینه. آره ببین دقیقا داری درست میگی و چیزی که داری میگی دقیقا برمیگرده به جسم انسان. ببین خوشحالی در جسم چیه؟ یک سری هورمونه که تو مغز ترشح میشه که تو از غذاها میتونی بگیری، مثل سروتونین، مثل دوپامین. اینا باعث میشه تو احساس خوبی داشته باشی. ولی این احساس خوبی داشتنه ربطی به خوشحالی واقعی نداره. دقیقا. اوکی تو این هورمون ها رو دریافت میکنی و احساس خوبی به دست میده، ولی این تو نیستی که داری احساس خوبی رو احساس میکنی، این جسمته که داره احساس خوبی رو احساس میکنه. دقیقا. و جسمت میتونه تحت تاثیر همه چی باشه، تحت تاثیر اتفاقات، تحت تاثیر
حواس پنجگانه، دریافتی هایی که از حواس پنجگانه‌اش داره، تحت تاثیر حتی غذایی که میخوره. یه غذا میتونه هورمون سروتونین رو تحریک کنی که ترشح بشه، تو احساس خیلی خوبی میکنی. حتی همون فکری که میکنی دقیقاً. یعنی مثلا اون روز تو داشتی به من میگفتی که با خودت فکر کن که خوشحالی، فکر خوشحالی خوشحالت میکنه. واقعا اینو درک کردم که مغز فرق واقعیت و الکی بودن یک چیز نمیتونه بفهمه. نه فقط مغز، بلکه ببین تمام ذراتی که تو این دنیا وجود دارن دارای شعور هستن، دارای اینتلیجنس هستن، دارای هوشن. میتونن تو رو ردیابی کنن که تو داری حرفی که میزنی منظورت چیه. مثلا دارم بهت میگم اون روحی که در موردش صحبت کردیم، روح تو همیشه حالش خوبه. روح یه چیزی نیست که بتونه حالش بد باشه. روح هیچ جوره حالش بد نیست، هیچ جوره. تو همیشه باید بگی آقا من حالم خوبه، چون دروغ نگفتی. تو روحی، تو این جسم نیستی و تو همیشه حالت خوبه. ولی یه سوال بپرسم، نکن الان خب یه سری آدم ها هستن که حالا اینقدر دپرسن، اینقدر که حالشون بده، صبح تا شب نمیتونن از سر جاشون تکون بخورن، انگاری با پیچ و مهره با زنجیر بستنشون به تخت، به اون جایی که توش زندگی میکنن و اون جایی که توش دارن زندگی میکنن براشون عین زندان شده. میدونی؟ اون فرد چی کار کنه؟ اون فرد چجوری از این حالتی که داره، انگاری این زندگی نیست، این واقعا مردنه. آره ببین دو تا مسئله وجود داره. یکی این که اون فرد یه روزه اون شکلی نشده، میدونی عوامل در طی بازه زمانی باعث شده که اون فرد بشه یه آدم تو تخت خواب خیلی افسرده، خیلی ناراحت. ولی توی همچین موقعیت هایی طرف زیاد کاری از دستش بر نمیاد و نیاز به زمان داره. بعد از یه زمانی حالش تا یه حدودی بهتر میشه. ولی این کانسپت نیاز داره به کمک چجوری؟ من خودم زیاد به کمک‌های روانشناسی و اینا زیاد باوری ندارم. منم اینجور. نیاز داره به کمک افرادی که بهش آموزش بدن درباره کیستی خودش، درباره که آدم واقعا کیه. ببین کسی که میره در حد روی تخت خوابیدن به افسردگی میرسه، فقط و فقط یک مشکل داره، مشکل بحران هویت. نمیدونه اون شخص کیه. اگه میدونست کیه هیچ وقت به اون درجه نمیرسید. چون هویت واقعی انسان فرق نمیکنه، هر انسانی، هویت واقعی انسان انقدر جالب و انقدر با ارزش و پرمحتواست که تو وقتی به هویت اصلی خودت آگاه میشی، با یک آگاهی عاشق خودت میشی و اصلا اونقدر درگیر خودت میشی که اصلا افسردگی جای نداره. آره. تو اگه میخوای به همچین آدمای کمک کنی، بهترین راه اینه که سعی کنی بهشون بفهمونی که دقیقاً کی هستن، بهشون توضیح بدی و زیاد کار راحتی نیست، چون معمولا آدمای افسرده به حرفیش داره. آخه میدونی هر فردم به هر فرد فرق داره. خب هر کس فرق داره. بعد اینا مثلا تنها رول مدلی که داشتن، تنها کسی که داشتن که بهش نگاه کنن و ازش یاد بگیره پدر مادرشون بوده و اکثر مواقع پدر مادر هم از این چیزا سر در نمیارن. چرا؟ چون مثلا اون موقع خب اینترنتی که نبوده، اون موقع زندگی اینور یه ریل قطار براشون میرفته. ولی الان که اینترنت اومده خیلی ها مثلا میشینن نگاه میکنن، میگن که خودشونو با مثلا سوپر مدل مقایسه میکنن. میدونی؟ میگه چرا فلانی اینجور زندگی داره و چرا من اینقدر بدشانسم که اینجور زندگی داره. آره دقیقاً. ببین من اگه بخوام اینو قشنگتر توضیح بدم میتونم خودم مثال بزنم. من خودم یه آدمی بودم که زیاد حال اوضاع روی روانیم جالب نبود، خودت میدونی. ولی همونجور که میدونی من با آموزش‌های همون با سوکریس آشنا شدم و چیزایی که یاد من داد، مهمترین اتفاق در من افتاد اینه که من میدونم کی هستم.
این که من دقیقا میدونم کی هستم باعث شد من تو زندگی از هیچ چی دیگه نترسم. میدونی من قبلا یه آدمی بودم که کوچکترین مشکل پیش میومد انقدر میترسیدم که دیگه اصلا نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم. تموم شد همه چی رو این بده خدا نگهدار. آره ولی الان حتی اگه مشکل خیلی خیلی جدی هم پیش بیاد من اینجوری با مشکل صحبت میکنم، میگم تو اصلا میدونی برای کی پیش اومدی؟ من یه پرابلم سولورم خودم، تو برای من پیش اومدی. ملت پیش اومد مشکلشون حل میشه، تو برای من مشکل اصلا من میشناسی میدونی من کیم. آره واقعا خیلی چیزی. آره الان اون مشکله که تو دردسر افتاده که برای من پیش اومده، نه من امکان نداره دردسر بیفتم. من یک موجود روحانی کاملم. من با هیچ ترسی در من نیست، هیچ احساس نیازی در من نیست. مشکل برای من امکان نداره واقعا. آره که مثلا فرق این کاراکتر کجا، فرق اون کاراکتری که رو تخت خوابیده بود افسرده همش دلش میخواست هر روز بمیره کجا. قدرت روح دیگه که میاد حالا جسمو کامل میکنه و از جسم فراتر میره. دقیقا این از چی میمونه؟ افسردگی چیزی نیست که برای روح تو پیش بیاد. اصطلاحاً به اشتباه بهش میگن بیماری های روحی. افسردگی برای روح پیش نمیاد. افسردگی یه چیزیه که باعث میشه ترشح سری هورمونات توی مغزت، حالا توسط رفتار، توسط هزاران دلیل، اونا میاد پایین، تو احساس افسردگی میکنی. ولی یه سوال، تو اگه یک کلاغ بشینه رو سرت تو میگی من کلاغ دارم یا من کلاغ شدم؟ نه. جسمه خونه است. افسردگی اتفاقی که واسه خونه تا میافته، تو اون روحی، برای تو هیچ وقت اتفاقی نمیافته. تو میتونی حال این جسم رو خوب کنی، میتونی افسردگی رو ازش بکنی و بندازی دور. آره واقعا همینه. و یه مسئله هسته، گفتی که تو خیلی معلم خوبی داشتی و اینکه مثلا یه معلم خوب بتونی انتخاب کنی و در کل بتونی یه معلم انتخاب کنی که تو اون حوزه‌ای که تو نیاز داری بهش بهت کمک کنه، مثل این میمونه که بتونی مثلا پدر مادر خودت انتخاب کنی. یعنی دقیقاً یه معلم بد دقیقاً همونقدر میتونه با خودش بکشت پایین. آفرین. من معلم های بد زیادی داشتم و دقیقاً وضع ما الان دقیقاً همینه. خیلی از معلم های الان شیادن، به خاطر پول میرن اونجا، نه به خاطر اینکه علاقه دارن علم آموزش بدن، نه به خاطر اینکه بابت مثلا چیزی که خودشون بهشون باور ندارن ولی میفروشنش به بقیه. آره هست دقیقاً. حتی تو همین حوزه‌ای که پاستور آموزش میده یه عالمه آدم دیگه هستن که مشابه اون آموزشا رو میدن ولی آموزشاشون کار نمیکنه چون واقعی نیست، چون غلط همش. ولی من میدونی مثل این میمونه که من توی زندگیم معلمای زیادی رو داشتم ولی یکیشون بود که من عوض کرد. حالا چی شد که من به این یکی رسیدم؟ من خودمو نبستم، با اینکه هزاران بار تجربه بدی داشتم، آموزهای بدی بهم آموخته شد، ولی بازم گیواب نکردم. میگفتم یه راهی هست، باید یه راهی باشه. وقتی یه مسئله هست راه حلی هم براش وجود داره. 100%. و بالاخره بعد از مدت ها خیلی خیلی عجیب غریب من با این پاستور آشنا شدم و یه چیزی منو عوض کرد. کلا باعث شد که من تبدیل شم به یه خدایی واسه خودم توی این زندگی. یه در جایگاه یک انسانی که قربانی اتفاقات و مسائل اطرافشه نیستم. من یه آدمیم که تأثیر میذارم رو دنیای اطرافم. من انتخاب میکنم دنیای اطرافم و آدم‌ها چه شکلی باشن، نه اونا. چون میدونید تو حالا یه باستاب از روح خدایی. دقیقاً خدا خودش گفته من از روح خودم دارم تو دمیدم. تو باستابی و خدا جلوت انتخاب گذاشته، حق اینو داده که هر چی که خودت میخوای انتخاب کنی.
حالا بر اساس اون انتخابای خودت زندگی تو ساخته میشه، زندگی یاشار ساخته میشه. و یه چیزی بهت بگم ابوال، خدا هیچ کس رو بازنده به وجود نیاورده، چون اگه اینو بگیم داریم میگیم خدای بازنده است. خدا تمام ما رو پروگرام کرده، تمام ما رو دیزاین کرده که ما بریم ببریم. انقدر ما رو یه جوری ما رو ساخته که ما بریم ببریم توی هر موقعیتی، فرق نمیکنه. ما ساخته شدیم بریم ببریم. ما قربانی این زندگی نیستیم. ما یه ساخته یک چیز پرفکتیم که نیچرمون، ذاتمون بردنه. ما اصلا ذاتمون بردنه. من ساخته شدم ببرم. من یه چیزی که میبینم، چالنجی که میبینم اینه که من تو این چالش قراره فقط ببرم. حتی 1% هم شانس خطا نباید به خودت بدی. تو دیزاین شدی برای بردن. آخه نه کن. یه مسئله‌ای که وجود داره اینه، تو 20 خردی سال از زندگی تو تعلیم میبینی که یه برده پرفکت باشی، یه کارگر پرفکت باشی و مغز انسان عشقش اینه که بره تو روتین. میدونی خیلی مغز انسان اعتیاد داره. وقتی یه روتین رو میچینه یکی براش، یا خودت میچینی، حالا یا خودت میچینی یا یکی دیگه برات میچینه، مغز انسان همون رو دوست داره تکرار کنه، بی نهایت دوست داره همون رو تکرار کنه و توی جای کامفورت زونش، توی جای امنش، توی اون بابل، توی اون گلوله کوچیک خودش بمونه و هیچ وقت از اون بیرون نیاد. انسان برای طراحی شده و تو 20 خردی سال مغزتو اینجوری سیمکشی کردن که تو یه برده باشی. خب ببین کاملا با چیزی که داری میگی موافقم، اما چیزی که داری میگی برای جسم انسانه. ما جسممون نیستیم. آخه میدونی خیلی به اون درجه نمیرسن که روحشون رو بشناسن. میدونی توی روتین زندگی گیر میکنن، توی خرج زندگی گیر میکنن. آفرین. برای همینه که من دارم میگم که مشکل هویت وجود داره برای انسان ها. برای خیلی هم هسته. برای 99.9% انسان ها روی این سیاره مشکل هویت وجود داره. خیلی درصد کمی هم که واقعا به کیستی خودشون آگاه باشن. بذار یه چیزی بهت بگم که دهنت وا بمونه. بین 100% مردایی که خودکشی کردن، خب، و میدونی که ریت خودکشی مردا 1.7 برابر زن است. خب بین 100%شون 50%شون نه دپرس بودن، نه هیچ مثلا مشکل اعصابی یا مثلا آتیزم چیزی نداشتن. به جای رسیدن که با خودشون گفتن اوکی من بودنم توی دنیا از نبودنم خیلی دارم ضرر میرسونم، دارم الکی خرجای پدر مادر میبرم بالا. به بنبست خوردن و این بنبسته باعث شده که برن سمت حالا همون خودکشی. اگه دقت کنی دقیقا جمله که گفته خیلی جمله قشنگی بود. طرف خودش رو لایق این زندگی نمیبینه. دقیقا داره رو بقیه زحمت میذاره در صورتی که این واقعی نیست. این باز میرسیم به یک دیدگاه غیر واقعی. دیدگاه واقعی چیه؟ من یاشار یک موجودی هم که زحمت نمیذارم. من هر روزی که بیدار میشم از تختم میام بیرون دارم یک لطفی رو، یک برکتی رو میارم تو این دنیا. دوستان من که من کنارشونم دارن در کنار من از یه چیزی سود میبرن. من یک برکتم، نه یک زحمت و یک بار اضافی. من یک خوبی هم برای دوستان خودم، یک خوبی هم برای این دنیا، یک خوبی هم برای پدر مادرم. این واقعیت یک انسانه، نه اون که وای من یک زحمتم و هیچ کس منو دوست نداره و من واقعا دارم بقیه رو اذیت میکنم پس برم این زندگی رو تموم کنم. این دروغه. این واقعا یک دروغه، چون واقعی نیست. واقعیت چیز دیگه ایه. واقعا آره همینه. بحث بعدی که دوست داشتم حالا راجبش صحبت کنم اینه که نظرت راجب این که احتمال این که دین و خود انسان ها ساخته باشن برای کنترل آدم. من با این موافقم کاملا. من با این کاملا موافقم. یعنی توی سطح اجتماعی دین کلن برای همین کنترله،
درسته؟ آره، دین توسط دولت ها و انسان های بیشتر اینتلیجنس، بیشتر باهوش ساخته شده که کنترل کنن که باید و نباید باشه که آدم بتونن چیز کنن. دین هیچ ربطی به اون بخش روحانی ما، هیچ ربطی به اون خدایی که یک جورایی پدر ماست و ما رو به وجود آورده نداره. خدا هیچ دینی رو برای کنترل ما، برای آموزش ما، برای این چیز ما نفرستاده و همش توسط انسان‌های سودجو یا انسان‌های جاهل ساخته شده و شعر شده. نمیدونم چجوری بگم فارسی شد. فکر نکنم ولی جاهل باشه. حالا جاهلا شعرش میکنن ولی جاهلا شعر ساختنش میکنن ولی ساخته شدنش توسط انسان‌های سودجو و باهوشتر. آره واقعا. دین و مذهب هیچ ربطی به اون بچه روحانی و بچه خدایی ما نداره. به نظرت اصل زندگی چیه؟ اصل زندگی من و تویم. خب چطور؟ میدونی خیلی ها فکر میکنن که ما اومدیم تو این زندگی که یک سودی برسیم، یک کار بکنیم که خوبه، ولی این نباید باعثی که سود رسوندن تو از ارزش خودتو بیشتر بشه. تو خودت یک سودی، وجودت یک سوده. تو نباید یک کارت که انجام میدی باعث شه وجود خودتو با ارزش تر بشه. منظورم رو بخوام راحت تر بگم، مثلا میگم ولی بذار اینو بگم که کلن توی جامعه الانی ارزش مردا بر اساس اون سودی که میرسوننه، اون افکتی که میتونن بذارن توی جامعه. میدونی؟ خب این ارزش رو کی تعیین کرده؟ جامعه از کجا اومده؟ جامعه دیگه از خیلی سالهای پیش، نسلهای پیش ساخته شده توسط دست خود انسانه که آره زنا وظیفه‌شون اینه و مردا وظیفه‌شون اینه. خب طبق اون چیزی که گفتیم که ما نباید قربانی اتفاقات و ورودی های اطرافمون باشیم، آیا به نظرت نمیتونیم این احتمال رو بدیم که جامعه میتونه اشتباه کنه، میتونه یک چیز اشتباه رو بیاره رو کار و اگه یه چیز اشتباه نباید تغییرش داد؟ چرا؟ واقعا. پس میتونیم به این نتیجه برسیم که اوکی، مثلا جامعه میگه یک مرد ارزشش به مقدار پولشه، به مقدار چیزهای مختلف، یک زن ارزشش به چیزهای دیگه است، ولی خب اینا باز میره سمت اون افکار غیر واقعی. مثلا میگم یک مرد اگه بخواد با این معیارها خودش رو بسنجه، اگه شامل این معیارها نشه میره تو اون حالت مود افسردگی، میگه من وای اینا رو ندارم، وای من پول ندارم، هیچ کی دوستم نداره، وای من و یک سری افکار غیر واقعی. ببین تو الان به عنوان یک دوست توی جامعه ایران داری زندگی میکنی. خب من و تو اگه بگیم ما یک جامعه 2 نفری ایرانی هستیم، در واقعیت چقدر پولدار بودن من یا چقدر معیارهایی که جامعه واسه یک دوست تعیین میکنه تو به عنوان ابوالفضل براشون ارزش قائل، وقتی میرسه به تصمیم شخصیت تقریبا هیچ. همه انسان ها اگه قرارشون بدی تو یک موقعیت تصمیم شخصی، هیچ باوری به اون ارزش هایی که جامعه گذاشته برای تعیین معیار با ارزش بودن یک شخص باور ندارن، چون وقتی با شخص خودشون اونا رو میسنجن به نظرشون کاملا مسخره میاد. پس اینا واقعی نیست. ارزش واقعیت این چیزایی که جامعه برای یک شخص میذاره نیست. و آره دیگه. ولی خب پس ارزشش چیه؟ میدونه؟ چون دیگه همش برمیگرده به دید بقیه. یعنی مثلا خیلی از میدونم با ارزش ترین دید خودمونه، چون مین کاراکتر توی شخصیت اصلی توی. جالبه. اول یه سوال در مورد من گذشته، دید خودتون میگم، حالا تو میگیم جز مثل بقیه نبودی، ولی خب
میتونم تا حدودی حدس بزنم که خب به دیدت من یک آدم ضعیفی بودم که خیلی احساسی بود و از روی احساسات تصمیم میگرفت. اصلا اینجوری نبود، برای من حداقل اینجوری نبود. حالا میتونم بگم برای خیلی دیگه اینجوری بود، کسایی که خودشون اقرار کردن آقا اینجوری بود. خب واسه اونا چیزی عوض نشد میدونی، ولی من چون هم خودم کاملا یه جوری دیگه دیدن، گفتم من یک موجود خیلی قدرتمندی هستم که خیلی با ارزشم و تمام ارزش من به کیستی من برمیگرده. اول قبل از این که این دیدگاه راجع به خودم داشته باشم، آدما از من فرار میکردن، اصلا دوست نداشتن کنار من باشن، اصلا فرار واقعی. ها الان یه جوری شده که من واقعا جرئت نمیکنم برم سر گوشیم، چون نوتیفیکیشنه که همینجوری داره میاد. نمیدونم مثلا چی عوض شد اینجا. باور من نسبت به خودم، آگاهی از این که ارزش من چیه، ارزش من اون موجود روحانیه که من هستم، اون چیزیه که تاثیرپذیر نیست. ارزش من یه روز با مقدار پولی که تو بانک اکانتمه نمیره بالا، یه روز بیاد پایین. ارزش من ثابت و 100% تو کامله، یه جای کامله. تو وقتی به اونجا برسی راجع به خودت، حتی اگه بانک اکانتت خالی باشه، حتی اگه ماشین مدل بالا نداشته باشی، حتی اگه خونه خفن نداشته باشی، یه چیزی درون تو هست که آدما اصلا اون یکی فاکتورها رو کلا در نظر نمیگیرن. سر اون چیزی که درون تو پیداش کردی همه دوست دارن بیان بچسبن بهت، همه دوست دارن تو زندگیت باشن، همه دوست دارن تو پیششون باشی. می‌دونی چی میگم؟ و اون خودساختگیت به نظر من همیشه برای حداقل مردا باید خودشون تنها بسازن. اصلا تو نمیتونی خودساختگی تو تنها نسازی. خودساختگی چیز فقط تو تنهایی به وجود میاد. خیلی ها هستن که مثلا خودشونو آینه بقیه میدونن، میدونه، یعنی خودشونو چیزی که فکر بقیه هست اون محدودشونه و آره کلن طرف هست کلن زندگیشو سر همین گذاشته و الان 30 خورده سالشه و هنوز با پدر مادرش زندگی میکنه و کلی مشکل داره و هنوز ازدواج نکرده و چیزا. اول فضل صدا داره بد میاد، اگه میتونی میکروفون یه ذره نزدیک‌تر کن. الان خوبه؟ صحبت کن. الان خوبه؟ الو؟ آره عالی عالی عالی. گفتم همین، خیلی هستن که خودشونو به ذهن مردم محدود میکنن. اینو اگه بخوام خیلی قشنگ برات توضیح بدم، تو ذهن مردم نیستی که بدونی راجع به تو چی فکر میکنن و واقعیت اینه که مردم اصلا راجع به ماها فکر نمیکنن. نبود مثلا واقعیت نه، مردم اصلا واسهشون مهم نیست. مردم یه چیزی بگم، خیلی هستن همش میکنن دیگران باهاشون مشکل دارن، ولی شاید باور نشه 99% اون دیگرانی که باهاشون مشکل دارن اصلا به اینا فکر نمیکنن، اصلا حواسشون نیست. ولی طرف تو ذهن خودش میگه نه من اونجا یه گندی زدم، سر این گنده طرف داره اینجوری فکر میکنه، سر اون داره اینجوری چیز میکنه و بعدش باعث میشه خودش اینجوری راجع به خودش فکر کنه من گند زدم، من اونجا خراب کردم، من اونجا به فنا دادم. و بدترین جاشن دقیقا همینه که همینو توی ذهنش ریپیت میکنه و ذهنش فکر میکنه همین اتفاق داره توی همین لحظه میفته. یعنی ذهنش اصلا نمیفهمه این مال 3 سال پیش بود. ذهنش با خودش میگه اوکی فلانی منو ول کرد، الان هم داره بهش فکر میکنه، تا 2 سال آینده هم بهش فکر میکنه و تا 2 سال آینده هم هر روز داره دلش شکسته میشه، هر روز داره مثل روز اول داغون میشه. این هست. یا اینکه مثلا چه میدونم، مثلا دارم میگم فکر کن مثلا یه نفر یهو برمیگرده مثلا تو گیم مثال بزنم، یه برخورد تندی باهات میکنه، باور کن 5 ثانیه بعد طرف اصلا یادش نمیاد چیکار کرده، یادش هم نیست تو چیکار کردی اصلا. و تو میشینی تا یه هفته بعدش میگی وای کاش من اونجا این کار نمیکردم، دیدی فلانی چقدر ناراحت شد، دیدی چقدر چیز شد. حالا این چی میشه که خیلی بده؟
تو با این طرز فکر میری همش با اون یارو شروع میکنی از دلش میخوای در بیاری، میخوای شروع کنی یه جوری رفتار کنی که اون احساس خوبی داشته باشه، یه جوری رفتار کنی که حالا اون خوب باشه و این یه چیزیه که این یه حالت ایجاد میکنه که طرف اصلا حالت آهنربایی دفع میشه از تو. دقیقاً. میگه وای این چیه؟ ولی تو قشنگترین رفتاری که میتونی بکنی اینه که دائم تو ذهنت بگی بقیه عاشق منن، بقیه اصلا یه ثانیه بدون من نمیتونن زندگی کنن، یک برکتم زندگی بقیه. دقیقاً همینم هستا. واقعا هم همینه. واقعا همینه. یعنی تو واقعا نباید دست کم بگیری اون سوراخی که اون جای کمبودی که نبودن تو میتونه توی زندگی بقیه اثر بذاره. اصلا نباید اینو دست کم بگیری. و خیلی وجود ماها چیز با ارزشیه و من اینو قشنگ میتونم بگم تجربه کردم. من الان دوستایی که تو دانشگاه دارم واقعا اگه من یه روز نرم دانشگاه همشون من زنگ میزنن. چرا؟ چون من هر روزی که میرم یا با همدیگه راجع به چیزی صحبت میکنیم یا اگه مشکلی باشه با همدیگه حلش میکنیم. اگه یه روز اگه نرم همه اون کارهایی که من براشون میکردم و کسی نیست بکنه. خب چی میشه؟ میدونی؟ دقیقا. یکی که الان شخصیت از خودش نداره، خب یه برگ سفیده و دلش میخواد یه شخصیت سازی کنه برای خودش. خب حالا بهترین پیشنهاد خودم پیدا کردن معلم و امتحان کردن چیزای جدیده و تا اون که اون چیزی که حس میکنه دلش باشه انجام بده. یه جمله هست که میگه کاری که حاضر رایگان انجامش بدی و برای کارت انجامش بده و تا آخر عمرت میتونی بدون هیچ دغدغه‌ای اون کار رو انجام بدی. آره به نظر من نظر تو چیه؟ نظر تو راجع به حالا اونی که الان توی حال حاضر حالا میخواد شخصیت سازی کنه، حس میکنه هیچی نیسته و دوست داره یه چیزی باشه، بون الان چی میگی؟ الان فکر کن اون فردون چی میگی؟ اولا که بهش میگم که تو آلردی یه چیزی هستی، تو لازم نیست بری خودت یه چیزی بکنی، تو یه چیزی هستی. You are already something. ببین هیچ انسانی توی این دنیا نیست که یک ورقه سفیدی باشه که هیچی نیست. منتها تو آگاهی از این که تو واقعا چی هستی باعث میشه که تو یک انسان، یک بادی خیلی قوی داشته باشی که درست رفتار میکنه، درست حرف میزنه، شخصیت فوق‌العاده‌ای داره. تو آگاه میشی از این که واقعیت تو چیه و اون آگاهی است که باعث میشه تو از بیرونی که داری خودتو نشون میدی اون درون اصلیت نشون داده بشه. مثلا اگه توی آدمی باشی که بیای من بگی من احساس میکنم من شخصیت ضعیفی دارم و شخصیت خالی دارم و پوچم، چی کار کنم که یک شخصیت خوب بشم؟ اولین چیزی که بهت میگم عزیزم تو داری راجع به خود اشتباه فکر میکنی. تو یک انسانی با یک شخصیت پوچ نیستی، چون اون قسمت اصلی که تو هستی شبیه همه آدماست از درون و خصوصیاتی که اون قسمت داره بسیار کامله، بسیار با شخصیت، بسیار داناست. تو فقط باید آگاه بشی به اینکه چی هستی و باورش کنی. باید باور کنی خود واقعیت کی هستی دقیقاً. وقتی که باور کنی خود واقعیت کی هستی دقیقاً، تمام اون صفاتی که خود واقعیت داره میشه بخش شخصیتی که تو داری نشونش میدی. اون موقع است که مشکلی که تو با شخصیت داری حل میشه. ولی تو نرفتی یه شخصیتی بسازی یا یه شخصیتی یه جا دریافت کنی، تو فقط آگاه شدی به کسی که همون موقعش هم در حال حاضرش بودی. این خیلی فرق بزرگیه به نظر من. و آگاهی بدون عمل انگاری ایده ای هست که هیچ وقت به دنیا نیامد. انگاری یه بچه که هیچ وقت به دنیا نیامد. آگاهی درست، آگاهی واقعی با خودش عمل میاره. می چجوری؟ مثلا بخوام بگم آگاهی از دانش ریاضی، تو وقتی یک بار تو زندگیت متوجه میشی که 2 به علاوه 2 میشه 2، اینو میتونی عوضش کنی دیگه. حالا اینجا یه اشتباه کردی. چرا؟ گفتی 2 به علاوه 2 میشه 2. میشه 4. از که عوض میشه.
میشه 4. خب تو اینو میدونی ارزش کنی از که عوض میشه. همین الان یه معجزه شد. آره ولی آره رشته هم مثلا هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی کنه ها تو حالا میده میشه تو. آره زیادی تو سی پلاس چرخیدی. خب بری داشتیم میگفتیم 2 به علاوه 2 میشه 4. آره اینو میتونی ارزش کنی آقا 2 به علاوه 2 میشه 4. زمین با آسمون بیاد آسمون به زمین بیاد 2 به علاوه 2 برای تو 4. آره خود واقعی تا اگه بشناسی آسمون به زمین بیاد پولات از دست بدی دوستات ولت کنن خونت از دست بدی هرچه من با ارزشم من ثروتمندم از درون من بی نیازم از درون مهم نیست چقدر پول تو بانک اکانتمه چقدر خونه دارم چقدر ماشین دارم چقدر آدم منو دوست دارن من آلردی دوست داشته شده هستم. دقیقا به کانسپت بقیه نسبت به من ربطی نداره. دقیقا ولی چی میشه که حالا ما همه اینا رو امروز یاد میگیریم ولی فردا یاد میگیریم با اینکه میتونه مهمترین چیزایی توی زندگی یاد گرفتیم باشه؟ ببین فرق هست بین یاد گرفتن و شنیدن. خیلی هستن این حرفای ما رو امروز میشنون خیلی هستن این حرفای ما رو امروز یاد میگیرن. اونی که واقعا یاد میگیره یادش نمیره. آخه خیلی هستن یعنی مثلا درصد اونایی که یاد میگیرن خیلی کمتر از درصد اونایی که میشنون. یعنی مثلا میتونم بگم شاید 5% یاد بگیرن بقیه فردای بیدار میشن برمیگردن سر کارشون و زندگی ادامه داره انگاری تایمی که جا گذاشتن و الکی بوده و مثلا فقط وقت گذروندن. خب درسته متاسفانه چون دقیقا به خاطر همینه که ما انسان حالا بخوام بگم بورن گیم شده یا نمیدونم چه واژه‌ای بجاش استفاده کنم انسان دوباره متولد شده خیلی کم داریم چون عده زیادی هستن که اصلا باور نمیکنن حرفای من تو رو هستن یه دست حرفای من تو رو میشنون 100% اصلا باور نمیکنن یا میگن دیوونه هستن این دوتا یا اصلا میگن خب اون میوه تصمیمی که گرفته رو میخوره میوه افکاری که داره رو میخوره فرداش دوباره به هم یه سر کار یه بدهی بار میاد یه چیزی بار میاد میترسه نگران میشه زندگیش جهنم میشه افسرده میشه میفته به تخت یکی هم هست باور میکنه و میره دنباله که کیستی خودش چیه اون موقع است که یه قبض بدهی میاد براش میگه من یک پرابلم سولورم من حلال مشکلاتم تو اصلا میدونی دم در خونه کی اومدی؟ ولی دیدم که بعضی از مشکلات برای خیلی هم مثلا راه حل نداشته چون که حالا یه دوست خیلی قدیمی داشتیم این همیشه سر برگه امتحانش مینوشت دکتر محمد خب و همیشه شاگرد اول کلاس بود و همیشه بهترین بود و کم و بیش دوست صمیمی بود. این توی سن 17 سالگی الان متاسفانه یه خانومی رو حامله میکنه و مجبور میشه باش ازدواج کنه و دقیقاً و بعدش این خانومه به یه دلیل خودکشی میکنه یعنی بچه به دنیا میاد ولی خودکشی میکنه و این حالا محمد که همیشه بهترین شاگرد کلاس بود و فکر کنم المپیاد رفت و خیلی یعنی خیلی ترکوند توی سن 20 سالگی خودکشی میکنه و بچه‌ش هم الان مثلا پدر مادرش دارن الان بزرگ میکنه. ببین اول تو نمیتونی قضاوت کنی که این آقای محمد
که می نوشته دکتر قبول داریم، نمیتونه قضاوت کنیم که در مورد خودش چی باور داشته و در مورد خودش چی میگفته. این دوتا اصل اساسی هن. تو در مورد خودت چی باور داری، در مورد خودت چی میگی. مثلا دارم بهت میگم اوکی اتفاق خیلی بدیه کسی که دوستش داری اینجوری شه خودکشی کنه اینا، ولی بعدش نسبت به اون اتفاق آقای محمد چه واکنشی نشون داده، چه حرفی زده، چه فکری کرده راجع به خودش و اون اتفاق. اینو ما هیچ اینفورمیشنی نداریم، مطمئنم تو هم نمیدونی. نه 100% چون تو جاش که نبودی که. آفرین جاش نبودی، ولی میتونی حدس بزنی که چیز درستی تو فکرش نبوده. اگه بود اینجوری نمیشد. چون آخه واقعا حیف بود. ببین توی همه چی بهترین بود، توی بسکتبال بهترین بود، فوتبال بهترین بود، توی درس همیشه 20 بود، هیچ وقت 19 و نیم هم نمیشد، همیشه 20 بود. و این فرق اینجوری یه همچین چیزی پای حقیقت که داره اینه که اتفاقای بد برای آدم‌های خوب میفته. اینکه تو آدم خوبی باشی یا آدم باهوشی باشی یا آدم نابغه‌ای باشی یا اصلا آدمی باشی که قلبت پاکترین قلب دنیا باشه، هیچ تضمینی به این نیست که تو در زندگی موفق و زندگی شاد و زندگی فوق‌العاده خواهی داشت. کوچکترین تضمینی نیست. تو میتونی آدم فوق‌العاده‌ای باشی، قلب بسیار پاکی داشته باشی و فوق‌العاده نابغه باشی، ولی مثل یک بدبخت زندگی کنی. آره واقعا. چون مشکل هویت دارن 99.99% این انسان‌هایی که مثل بدبخت‌ها زندگی میکنن و اون 1% هم که اصلا انتخابشونه که مثل بدبخت‌ها زندگی کنن. ولی و کلن وا دادن که یه کارگر باشن واسه بقیه زندگیشون. آره و واقعا تلخه. میدونی توی بایبل خدا میگه که قوم من از هم پاچید به خاطر فقدان دانش. چه دانشی؟ دانش شناخت خود. قوم من نمیدونست کیه و سر اینکه نمیدونست کیه نابود شد. اتفاقی که امروز برای انسان‌ها داره میفته. آدم‌ها از خود واقعیشون آگاه نیستن و تا موقعی هم که آگاه نباشی، پاکترین قلب دنیا رو هم داشته باشی، نابغه ترین هم باشی، هر چی باشی عزیزم، هیچ تضمینی وجود نداره که نابود نشی و مثل بدبختا زندگی کنی. ولی زمانی که تو به واقعیت خودت آگاه میشی و باورش میکنی و نسبت به اون واقعیت تصمیمات زندگیتو میگیری، واقعا تمام جزئیات تصمیمات زندگیت پایه بر اساس اون آگاهیه که از خود واقعی داری، نه اینکه آگاهی بشه یک تفریح برات و دیگه تصمیمات زندگیتو دوباره بری بر اساس اون چیزایی که یاد گرفتی، بر اساس قوانین فیزیک، بر اساس 2 تا 4 تا بخوای بچینی. تصمیمات زندگیت میشه بر اساس اون دانش روحانی که پیدا کردی. اون موقع است که میشه تضمین کرد که تو هیچ وقت مثل بدبختا زندگی نخواهی کرد، هیچ وقت. آره واقعا خیلی از این بودا هستن که مثلا سالهای سال زندگیشون رو میذارن و فقط مدیتیشن میکنن، سعی میکنن با حال نمیدونم یا با کور خودشون ارتباط برقرار کنن یا با خدای بودا. اینو مثلا مطمئن نیستم هنوز. خب بگو. بگو. چیزی که من یاد گرفتم، نظر شخصی خودمه، نمیخوام تحمیل کنم به کسی، ولی من خدا رو پدر خودم میدونم و خودم رو یک بچه خدا میدونم. یعنی وقتی پدر خداه، منم خدا و تو انعکاس خدایی. واقعا تو انعکاس خدایی. برای من دقیقا مثل پدر و پسر میمونه. هر چیزی که پدر هست پسرم هست، لحاظ نیچر، لحاظ ذات. و وقتی که پدر من خداه، منم دیزاین شدم که مثل خدا عمل کنم، مثل خدا موفق باشم، مثل خدا عالی باشم. حالا
این آگاهیه که من دارمش، هر موقعیتی که برای من پیش بیاد این من واقعی ام. من حتی که امروز تمام خونه، زندگی، پول، همه چی رو از دست بدم، بی خانمانشم کف خیابون، منم هنوز هیچ چیزی رو از دست ندادم. از من کوچکترین چیزی کم یا زیاد نشده. آره واقعا خیلی ولی عجیبه که اینقدر ناعدالتی تو دنیا هسته. وقتی که مثلا اون ور دنیا طرف وقتی به دنیا میاد یه پنت هاوس به نامشه و این ور دنیا یه بچه سیاپوس به دنیا میاد که آب واسه خوردن نداره، واقعا اوج ناعدالتی میتون باشه. ببین چیزی که میخوام اینو من یه توضیح خیلی فوق‌العاده براش دارم. یادت اون شب با هم یه صحبتی کردیم که یه نفر اگه نخواد تغییر کنه، اگه نخواد بهتر بشه، خدا هم نمیتونه بهش کمک کنه. آره نه اگری کردید گاده طرف نمیتونه آقا، نمیتونه خدا یعنی ما که حالا یه ذره به عنوان بچه خدا پایین تره، وقتی پدر نمیتونه ما هم هیچی. آقا یارو قدرت اینو داره که بگه خدا تو زندگی من دخالت نکن، خدا هم دیگه بعد دهنشو ببنده بگه چشم، خود میگه من دخالت نمیتونم بکنم اصلا ولش کن. و انسان دقیقا این قدرت داره و این زندگی که ما درش هستیم داده شده به ما انسان ها و ما یه جاهایی داریم اینو کنترل میکنیم. سر همینه که یه عده شدن خیلی پولدار، یه عده شدن خیلی فقیر و عوامل خیلی زیادی وجود داره. خیلی هاشون آگاه شدن و اون آگاهی اونا رو پولدار کرده، خیلی هاشون آگاه نیستن ولی قدرتی که دارن رو دارن بر علیه اون آدمایی که ضعیفترن استفاده میکنن و چون شبیه خدا زورشون میرسه. آره دیگه. حالا عدالت خدا چی میگه؟ میگه من به همه به یه اندازه دادم. میگه آدم فقیری که تو آفریقا به دنیا آمدی و آب نداری، من میتونم یه کاری کنم که تو آب داشته باشی، ولی این دنیا یه قانونی داره که من به اجازه تو نیاز دارم که بخوام برای تو یه کاری بکنم. اگه تو اجازه ندی من نمیتونم برات کاری بکنم. و اجازه چیه؟ اینکه تو خدا رو بیاری تو زندگیت و باهاش رابطه شخصی داشته باشی. خیلی اینو ندارن، یه جورایی اصلا به خدا دارن میگن آقا من تو رو نمیخوام، با من کاری نداشته باش. و بعد موقع مشکلات که میشه خدایا دیدی تو خدای نامردی هستی و ما بدبختیم، همش تقصیر توه. در صورتی که خدا به اون آدم پول دارم همونقدر داده که به اون آدم بدبخت داده، منتها اگه اون آدم بدبخته میخواد ازش استفاده کنه باید یاد بگیره قانونای این دنیا که چجوری کار میکنه. یه دسته میگن آقا نمیخوایم یاد بگیریم، یا باور نمیکنیم یا نمیخوایم. خیلی هستن واقعا نبود، من مشاهده کردم از بدبخت بودن لذت میبرن. یارو تصمیمش اینه بدبخت باشه. ببخشید خدا هم نمیتونه. یارو عشقش اینه که نق بزنه، عشقش اینه که بگه من بدبختم، خدا فقط برای من بدبختی آورده، فلانی اینجوری شد، علانی اونجوری شد، بدبختیش به ما رسید. زندگیشون همین خلاصه میشه. خیلی فکر میکنن که خدا داره اونا رو ناامید میکنه، ولی یه جورایی اونا دارن خدا رو ناامید میکنن. خدا من تو پرفکت بودم، من تو انقدر پرفکت به وجود آوردم هر چی بگی همون میشه. بعد تو داری همش میگی من بدبختم، من بیچاره‌ام. من میدونی اول ذرات این دنیا، تمام ذرات این دنیا دارای شعور و اینتلیجنسن. تو وقتی داری میگی من بدبختم، من بیچاره‌ام، من چیزم، ذرات کاری ندارن که تو چی داری میگی یا چرا داری میگی. ذرات میگه این یک بچه خداه و داره فرمان میده. آی ذرات تمام دنیا بیاد جمع شید، این چون انقدر خفنه باید چیزی که میگه 100% بشه و تو میگی من بدبختم، بدبخت میشی. از اون طرف تو میگی من خیلی خوشبختم، من خیلی ثروتمندم، من خیلی اوضاعم خوبه، من توپم. ذرات میگن خب این داره میگه من خیلی ثروتمندم، باید خیلی ثروتمند باشه.
تمام اینتلیجنس این ذرات با همدیگه دست به دست هم میدن که مسیر یه جوری بشه که تو آدم ثروتمندی بشی. ثروت یک مثاله، توی همه چیز همینجوری کار میکنه. هر چیزی که بخوای. واقعا هم میگم چیز جادوییه. من چند شب نشستم مانی مدیتیشن کردم، مدیتیشن هم پول، و ببین پول یعنی خوشگل بارید از هر وری که من میخواستم. یعنی من اصلا انتظارش نداشتم. فلان روز سود سهام عدالت، فلان روز از زیر فرش پول پیدا کردم، روز بعدیش تو جیبم پول بود، روز بعدیش یوهو بچه ها ریختن تو استریم اینقدر دونیت کردن. یعنی من فقط دهنم وا مونده بود. من دارم اینو زندگیش میکنم، من واقعا دارم زندگیش میکنم. در مورد خودم منم همین جوریه، در و دیوار اصلا طرف خوشش میاد و میاد میگه این پول مال تو هستن برو. چرا یادم میگفت اونور دوستت برات کافی حساب کرده بود و این چیزا. کافی شوخیه، جدیدن داره یه رقمایی برام اتفاق میفته بریده. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که یه چیز کانسپتی وجود داره به این که تو باید انقدر خودتو با ارزش ببینی که تو نگران نباشی که پول نداشته باشی. پول باید یه روز نگران باشی که تو نداشته باشیش. پول باید یه روز بگه نکنه یه روز من برای یاشار کم باشم که یاشار دیگه به من توجه نکنه، نکنه یه روز دیگه من خوشحال نکنم یاشار رو، نکنه یه روز دیگه یاشار منو دوست نداشته باشه، بذار بیشترشم، بذار هر کاری از دستم برمیاد بکنم، نکنه یه روز دیگه منو دوست نداشته باشه، نکنه از چشش بیفتم. راجب همه چی، راجب آدما، راجب همه چی تو زندگی باید با این دید، باید اینجوری رفتار کنی که اون یه همچین دیدگاهی نسبت به تو داشته باشه، اون خودشو محتاج و نیازمند ببینه که تو زندگی تو باشه، نه تو احتیاج داشته باشی که اون تو زندگی تو باشه، پول تو زندگی تو باشه. یا و حالا ملت ما خیلی اینو دوست دارم، فکر میکنن تو خیلی آدم ساده ای هستی که اینقدر همش خوشبینی. فکر میکنن مثلا تو به اندازه بقیه حتی مثلا نمیفهمی. مثلا آره دقیقا. من خیلی وقته که به اینکه مردم چی فکر میکنم کوچیک اون 100% کوچیک‌ترین اهمیتی نداره واقعا. ولی اونا this is the way they are. اگه اینجوری نبودن که وضعشون این نبود. دقیقا اگه اینجوری بود یه جمله هست که میگه که چرا باید به حرف کسی گوش کنی که زندگی رو دار میکنه که تو ترست این که به همچی زندگی دچارشی. واقعا چرا این کار با خودت بکنی؟ من اصلا چرا باید برام مهم باشه که دیگه راجع من چی داره فکر میکنه؟ من یک دانش الهی رو دریافت کردم که داره کار میکنه، که داره که دیدیم واقعا. آره اتفاق افتاده، تجربهش کردم. اصلا به من چی که یارو چی فکر میکنه؟ یارو اصلا دوست داره فکر کنه مثلا بابا اصلا زمانی که میگفتن نمیدونم میتونه انسان پرواز کنه، هواپیما رو ساخته، اینا همه میگفتن بابا اینا اسکلن، پرواز بودن مگه مثلا کفتره. بعد که اونا پرواز کردن زندگیشون عوض شد و اونا اگه میخواستن بشنن فکر کنن که او آره این حالا مثلا بقیه ما رو مسخره میکنن یا بقیه فکر میکنن ما دیوونه ایم، هیچ کی پرواز نمیکرد، همه هنوز با خر میرفتن این ور اون ور میومدن. دقیقا. یا مثلا دوتا مثال باحال دیگه من دارم. مثلا اگه توی سال 1800 به آمریکایی ها میگفتن فکر میکنی احتمال اینکه سیاه‌پوستا آزاد بشن بیشتره یا اینکه یه ماشین پرنده اختراع شه، طرف برمیگشت میگفت با اینکه نمیدونم ماشین چیه ولی احتمال ماشین پرنده بیشتره. یا مثلا توی مثلا سال 1998 توی مثلا دورانی که فمینیست موومنت اتفاق افتاد، یا تو زمان مثلا میگفتن فکر میکنیم مثلا زن قرار کار کنه یا ماشین پرنده بیاد، 100% میگفتن ماشین پرنده احتمالش بیشتره. تکنولوژی احتمال اینکه اینجور تغییری باشه خیلی بیشتره. دقیقاً چیزی که داری میگه همینه، چون اکثر آدما نمیخوان موفق بشن، نمیخوان قوی باشن، نمیخوان اوکی بشه
میدونی یه مشکلی که داره، نمیدونم حالا اسمش بذارم مشکل افسردگی یا چی، نمیدونم واقعا اسمی براش ندارم، ولی جسم طرف نمیخواد از این وضعیت داغونی که یه کرده توش در بیاد. من واقعا خیلی دوستانی دارم که میدونم آقا از درون طرف حالش خوب نیست، ولی تمام زورشو داره میزنه که تظاهر کنه که حالش خوبه و داری بهش میگه آقا من یک رای دارم که تو از درون واقعا حالت خوب میشه. نه همین که هست خیلی هم عالیه و نمیخوام نکن، دست از سرم وردار، ولم کن. خب this is the way they are. نمیشه، این همینی که هست. اگه بخواد تغییر کنه من میتونم کمکش کنم یا تو میتونی کمکش کنی، اگه نخواد خدا هم نمیتونه، پس زور نزن الکی، خدا هم نمیتونه. دقیقا خدا گفته که اختیار دست شماه، انتخاب دست شماه. آره تو وقتی انتخاب میکنی که بدبخت باشی، ببخشید وقتی دید خدا نمیتونه کمکت کنه یعنی که خوضا خیلی خرابه. یه چیز بگم، تو در مورد زندگی خودت بیشتر حق تصمیم گیری داری تا خدا. تو اگه تصمیم در مورد زندگی خودت بگیری، خدا هم نمیتونه تصمیم تو حرفی بزنه. دقیقا خدا گفته شما بفرمایید برید رو زمین، همش دی با خود، از اینجا به بعدش دی با شما سیب خوردین، از اینجا به بعد دی با شما، من دیگه کارتون ندارم. آفرین. خیلی احترام میذاره به این که میدونی آزادی که داده، خیلی احترام میذاره، میگه اوکی تصمیمش با خود، عواقبش هم با خود. میگه هر موقع دیدی داری به فنا میری من کمکت میکنم، ولی باید بگی آقا من به کمکت احتیاج دارم، کمکم کن، اجازه بدی من دخالت کنم. سرخود تو زندگی کسی دخالت نمیکنه. واقعا اگه تا تو نخوای نمیشه، ولی اگه بخوای انقدر راحت میشه، انقدر راحت. ببین عبود، یه فرقی که من خیلی دارم با هم دانشگاهیام، بکن مثلا پروژه است، امتحانات، مثلا هرچی، بچه ها همین جوری جزوه به دست، کتاب به دست، بودو دنبال استاد 5 ثانیه دفترش میاد بیرون بره اونور، اینو میپرندم یارو رو بغل میکنم تو رو خدا اینجا کار کنیم، اینا اصلا میگن خوشونو دارن چیر میدن. من اونجا نشستم باز خودم دارم ساندویچ میخورم یا یه سالادی میخورم یا هر چی کافی میخورم، استادا میاد دونه میگن پروژه انجام شد، مشکلی نداری، کاری نمیخوای بکنی، چیزی نیاز نداری ما کاری بکنیم، فلان کارو نکردی اشکال نداره ما میکنیم، تو بشین. خب چرا اینجوریه؟ چرا من اینجوریم؟ بعد اون یکی‌ها دارم با التماس به چیزی که من اصلا براش تلاشم نمیکنم میرسم، طرف با التماسم بهش نمیرسه. چرا اینجوریه؟ واقعا فقط همین به خاطر خداه. و مثلا اینم هستی که کلن سرت انسان، کلن وجود انسان اینجوریه که 20% باید بد باشه، میدونی؟ 20% تو باید پس بزنی طرفو تا طرف بیشتر بهت جذب شه. اگر فقط خوب باشی. من هیچ وقت با انسان‌ها این کارو نمی‌کنم، میدونی، چون انسان‌ها همشون در صورت خدا، من یه احترام خاصی به انسان‌ها میذارم، هیچ وقت با انسان‌ها این کارو نمی‌کنم. ولی آخه بعدش انسان‌ها به چشم بد تو می‌بینن. انسان‌ها مهم نیستن ابوال، تو خودت دیگه راجع به خودت تصمیم میگیری. انسان‌های فاکتور زندگی تو نیستن، تاثیر نمیتونن بذارن، جدی میگم. اینو 100% اینو میدونم، ولی آخه میدونی بر اساس امتحانا و آزمایشایی که شده وجود انسان شکلیه. یعنی مثلا وقتی یکی تو رو تو یه موقعیت خاص پس میزنه، وقتی تو گند میزنی طرف پست میزنه، تو بیشتر طرفو میخوای، تو این دفعه میری واسه مثلا بخشش، واسه اینکه بتونی طرف دوباره به طرف خودت بکشی. ببین تو نباید اتوماتیک با انسانی که هیچ کاری نکرده این کارو بکنی، ولی باید آگاه باشی که اگه یه انسان این کارو باید که تو تلاش نیفتی. بدونی آقا این همچین کانسپتی، همچین سیستمی وجود داره، انسان‌ها از قصد پست میزنن که تو رو برده خودشون کنن. تو باید آگاه باشی، بگی که طرف فلان داره این کارو میکنه، اوکی من یه جور رفتار میکنم که این رفتار شما تاثیر نداشته باشه. ولی من هیچ وقت سرشت آدمه، یعنی تو اینجوری تو دی ان ای ته، میدونی؟ این تو سرشت دی ان ای جسمت، نه جسمت. دقیقاً جسمت.
ولی میگم بحث من اینه که خیلی حتی تا لحظه مرگشون به اون درجه بالای روحی نمیرسن، نمیتونن پیداش کنن. به احتمال زیادم به خاطر همین سیستمی که برای ما چیده شده که ما رو اینجوری تربیت کنه و این سیستم از سالیان پیش بوده و هنوزم هسته. زمانی که انسان سقوط کرد بوده، از قبلترش بوده. یعنی مدرسه ها رو تو نگاه کنی، از سال مثلا 1800 تا الان دقیقا همون شکل و فرم رو نگه داشتن. از اون اولی که گوشی اومد یه تیکه آجر بود تا الان چقدر فرق کرده، ولی مدرسه چرا باز دقیقا همون شکلی مونده باشه؟ آره ببین یه چیزی بهت بگم، چیزی که کتاب مقدس میگه در مورد سیستم، میگه سیستم رو شیطان میتونه کنترل کنه و سیستم رو انسان میتونه کنترل کنه. 2 تا حالت داره. شیطان دقیقا با سیستم همچی کاری میکنه، یه هویت تقلبی میده به آدما. شما کی هستین؟ شما همین جسمید، شما اصلا کسی نیستید. شما یه مدت زندگی میکنید، کار میکنید، تاشم میمیرید. ارزش شما هم به مقدار پولی که دارید، به مقدار موفقیت هایی که دارید، شما همینید نه بیشتر. و این میشه هویت انسان ها و همشون یا خودکشی میکنن یا افسردن یا چیزی. ولی چیزی که خدا زندگی لذت نمیبرن اونجوری بابونه و اصلا فقط اون تاپ ها که پولو دارن، وقتی اون پولو دارن 100% اون دانش هم همراهش میاد. اینو قبول ندارم. میدونی چرا؟ چون آخه منتور بهتری، چون معلم بهتری میتونن بگیرن. این درسته، ولی یه موقع هم هست طرف اوکی خیلی پول داره ولی یه چیز دیگه نداره، فقدان یه چیز دیگه رو در زندگیش داره. میدونی فقدان خیلی، مثلا فقدان دوست داشته شدن، اگه احساس دوست نداشته شدن داشته باشی، همونقدر که احساس بیپولی میتونه تو رو داغون کنه، احساس دوست نداشته شدن هم میتونه تو رو داغون کنه. جفتشون به اندازه کار میکنن و کار این سیستم اینه که آدم رو تو فقدان قرار بده، حالا یا فقدان مالی یا فقدان احساسی یا حقیقت اینه که انسان واقعی که هممون اون روح هستیم هیچ فقدانی درونش وجود نداره. آره و ما اون هستیم. روح خدا هیچ فقدانی نداره. چی؟ روح خدا هیچ فقدانی نداره. دقیقاً روح خدا دقیقاً همون روح ماست، یکیه این 2 تا. خدا خودش گفته دیگه، اما اولم گفتم دقیقا خدا گفته من تو از روح خودم دارم تو میدم. تو چرا خودت اینقدر خودت داغون میکنی؟ چرا یه سر میزنی تو سر خودت و سعی داری بگی من ندارم، من بدبختم؟ دقیقا آره. سیستم یه چیزیه که داره اینو یاد میده به آدما. مثلا تو اروپا الان خیلی ها شدن آتئیست، خیلی ها میگن همینه که از متریاله، اینا از اتم و پروتون الکترون و اینا به وجود اومد. اوکی راست میگی، اینا به وجود اومده، ولی چیزی که ما داریم صحبت میکنیم اصلا توی این بود نیست، توی یه بود دیگه است که این بود توی اون یکی بوده و داره روی این بود فیزیکی تاثیر میذاره و تو یه موجودی هستی توی اون بود بالاتره، تو داری اونجا زندگی میکنی و از اونجا اینو کنترل میکنی. فیلم ماتریکس دقیقاً این قضیه رو نشون میده. نمیدونم تو دیدی یا نه. دیدم. آره فیلم ماتریکس اونجایی که نئو واسه اولین بار بیدار میشه تو دنیای واقعی، تا قبل از اون فکر میکرده دنیا چیه، فکر میکرده یه برنامه‌نویسیه، صبح میره سر کار یه مش کد میزنه و شب میاد خونه میخوابه و فکر میکنه دنیا همینه، ارزشش هم به اون کاریه که داره و هیچی هم نداره. بعد از این که بورن اگین میشه و توی اون دنیا بیدار میشه، دفعه بعدی که برمیگرده تو این دنیا هر چیزی که میخواسته به وجود بیاره به وجود میآورده. پول میخوام، ماشین میخوام، اسلحه میخوام، هر چی میخواستم داشته. مثلا این فیلم ماتریکس خیلی قشنگ این قضیه رو نشون میده. خیلی قشنگ این قضیه رو نشون میده. و خیلی آرام به فکر برداشت. میدونی همونجوری که مثلا فیلمی که مثل ترمیناتور که مثلا حالا ربات‌ها و AI میان دنیا رو تسخیر میکنن، خیلی ها رو میترسونه الان از AI که داره هر روز پیشرفت میکنه.
و تو رشتت هوش مصنوعی یا AI، چی میتونی راجبش من بهمون بگی؟ رشتم هوش مصنوعی نیست، من رشتم الان آیتیه. هوش مصنوعی یک شاخه ای از آیتیه و من بعد از سال اول، یعنی بعد از امسال که تموم کنم، سال بعدی باید بین شاخه های مختلف که میشه سایبر سیکیوریتی، سافر دیولپمنت دیگه، همین AI و مغزم نمیکشه، AI و وبسایت و بیزینس آیتی منیجمنت و اینا، یه شاخه رو انتخاب کنم که من بین همه اینا واقعا از AI خوشم اومده، سرم میخوام AI رو انتخاب کنم. ولی آره واقعا یه چیز ترسناکه که واقعا احتمالش هست اینقدر پیشرفت کنه که بفهمه واقعا ذات آدمان نابودی، واقعا آخرش چیه؟ آخرش از اونجایی که هیچ چیز غیر ممکن نیست، اینم ممکنه. ولی ابول، ترس، اصولا ترس چیز خیلی بدیه. تو اگه یه چیزی بترسی اونو به واقعیت تبدیل میکنی. تو اگه از این بترسی که ماشینت از دست میدی، ماشینت از دست میدی. تو اگه از این بترسی که خانوادت از دست میدی، خانوادت از دست میدی. تو اگه از این بترسی که AI یه روزی دنیا رو به فنا میده، AI یه روزی دنیا رو به فنا میده. ترس یه جورایی باید بگم، ترس انگار که یک جریان الکترومغناطیسی دور تو ایجاد میکنه که دقیقاً داره از اون چیزی که میترسی رو به تو جذب میکنه و بهش این امکانو میده که واقعی بشه توی دنیای فیزیک. سر همین هر چیزی که نمیخوای نداشته باشیش، اول از همه نباید کاملا ازش بترسی. اصلا کوچکترین ترسی نباید راجبش داشته باشی، مطمئن باشی که اتفاق نمیفته. 100%. خب مرسی یاشار جان بابت اینکه امروز بامون بودی. یه سوال بگو که از مهمون بعدی بخوام بپرسم، هر سوالی که دوست داری. از مهمون بعدی ازش بپرس که آیا میدونه کی هست یا نه، و اگه جوابش نبود بهش بگو که آیا میخواد بدونه کی هست یا نه. اوکی، حتما اینو ازش میپرسم. مرسی که امروز اومدی، واقعا خیلی باعث خوشحالی و افتخار که به امروز با اون بودی. خواهش میکنم، مرسی از اینکه من دعوت کردی، لطف شما رو میرسه. خب مرسی از شما بیننده، قسمت بعدی میبینم. اوکی، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار همتون. خدا حافظ.